نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وأشرفنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سوره مبارکه نبأ هست. مناسبت این سوره با سوره مرسلات اینه که در سوره مرسلات خداوند عزوجل تخویفاتی درباره قیامت و عذاب قیامت بیان فرمود. اونجا فرمود ان عذاب ربک لواقع. عذاب پروردگار حتما اتفاق میفته. در سوره نبأ الله عزوجل چند نمونه از قدرت بیان می فرماید. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. تمام این نمونه های قدرت که اینها دلیل می شوند برای اثبات اون عذاب، یعنی ذاتی که این قدرت بزرگ دارد، ذاتی که این توانایی بسیار عظیم را دارد، این ذات به طریق اولا قادر خواهد بود که برای شما عذاب بیاورد، شما را دوباره زنده بکند، شما را به میدان حساب و کتاب بیاورد و از شما بازخواست بکند. در رابطه با سبب نزول این آیات که ابتدا الله تعالی می فرمد عم یتساءلون، اینها از چه چیزی سوال می کنند؟ درباره سبب نزول نوشتند علما که یه روزی که مشرکین سرگرم بودند، سرگرم گفتگو بودند در اطراف کعبة الله در زندگی مکی رسول الله
آن حضرت صلی الله علیه و سلم وارد جلسه شون شد و فرمود که شما اینطور نشستید، بی غم هستید، بی فکر هستید، هرچی دلتون میخواد انجام بدید میدهید. آخه شما شطور بی لگامی نیستید که از شما بازخواست نشه. شما هرچی که در دنیا انجام بدید یک روزی میرسد که خداوند شما را دوباره زنده میکند و درباره تک تک اعمال شما از شما بازخواست میکند. وقتی که این را آن حضرت فرمود تکان خوردند، به صورت تعجب بار بار از پیغمبر میپرسیدند آیا دوباره زنده میشیم؟ دوباره از ما بازخواست میشه؟ و از همدیگه هم سوال میکردند. بعضی سوالها به صورت تمسخرآمیز بود، به صورت مسخره بود که پیغمبر را استهزا میکردند و بعضی ها خوف زده شدند، وحشت زده شدند، از همدیگه هم سوال میکردند که واقعا چنین چیزی خواهد بود. خدای عزوجل اختلافی را درباره عقیده مشرکین ذکر کرده، الذی هم فیه مختلفون. اونا در قیامت دوچار اختلاف شدند. بعضی میگفتن نه اصلا بود امکان نداره، بعضی میگفتن که اگر باشد امکان داره، باشد امکان داره این اتفاق بیفته، ولی اگر این اتفاق بیفته ما خدایانی داریم، ما آلهه‌ای داریم که در طول زندگی ما برای اونها گوسفند کشتیم، شتر کشتیم، نذر و نیاز دادیم، روحشان را خشنود کردیم. اونها نمیگذارند که ما را به جهنم ببرند، اونها نمیگذارند که ما را به عذاب گرفتار بکنند. لذا یک دیدگاهی، یک نظری، یک عقیده‌ای درباره قیامت نداشتند. حتی منکرین متردد بودند، متزلزل بودند. الله عزوجل ابتداءً از اون سؤال و پرسش اونها و بعد از تزلزل و تردد اونها در این آیات شریفه الله بیان می فرماید عما یتساءلون، از چه چیزی اینها سوال می کنند؟ عن النبأ العظیم، از اون نبأ و خبر عظیم، خبر بسیار بزرگ. خبر قیامت خبر معمولی نیست، خبر بزرگی هست، بزرگترین پدیده در زندگی انسان وقوع قیامت هست. الذی هم فیه مختلفون، اون خبری که در اون اختلاف داشتن. بعضی میگفتند اذا كنا عظاما نخرة، آیا وقتی که ما تبدیل به استخوان پوسیده بشیم دوباره زنده میشیم؟ نه، امکان نیست. بعضی میگفتند ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگر من بازگشتم به سوی پروردگارم باشه، اگر بالفرض و المحال چنین اتفاقی بیفته، من از این بهتر، از دنیا آنچه که در دنیا دارم اونجا بهتر میابم. چون قیاس میکردن، اونا فکر میکردند که عزت با همین مال و متاع است. در این دنیا خدا بهش مال داده، میگفت اینجا که خدا من عزت داده اونجا من عزت میده. لاجدن خیرا منها منقلبا، در اون بازگشت از این بهتر میابم. الله میفرماید کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. کلا به معنی خبردار، آگاه باش. این کلمه را میگن کلمه ردع، معنیش اینه که گوشهایت را باز کن، توجه کن. سیعلمون، ان قریب بعد از مرگ اونها میدونن واقعیت چیه. ثم کلا سیعلمون، خدای عزوجل باز تأکید میفرماید، کلا بر کلا، تأکید بر تأکید. سپس خبردار، آگاه باش، مطلع باش، چشمات را وا کن. سیعلمون، ان قریب اونها میدونند. بعد از این که از این دنیا منتقل بشن به اون دنیا، اونجا واقعیت ها را میدونند، اونجا پرده برداشته میشه. انسان به محض این که از عالم دنیا به عالم برزخ منتقل بشه، به محض این که اینجا چشمهاش را ببندد و وارد اون جهان بشه،
جهان آخرت که اولین ایستگاهش برزخه و عالم برزخه، انسان فورا متوجه میشه که تمام اون چی که انبیا گفتن راست بود. همینجا هنوز به میدان محشر نرسیده، هنوز به پل صراط نرسیده، هنوز جنت و جهنم را ندیده، به محض اینکه انسان چشم ببندد با یک دنیای دیگر، با واقعیت های دیگری انسان مواجه میشه، انسان میدونه که من بر اشتباه بودم. اون انسانی که قیامت را باور داشته نباشد، اون میدونه که من بر خطا بودم. الله چند تا از نمونه های قدرت را بیان میفرماید. یکی از دلایلی که خداوند برای اثبات قیامت در دنیا در قرآن بیان میفرماید اینه که خداوند مخلوقات بزرگ بزرگ و کلان کلان را یاد میکند، مثلا آسمان، زمین، کوها، جنگل، دشت، دریا. الله میفرماید اینها چیزای کوچکی نیستند. اون ذاتی که اینها را پیدا میکند، آیا اون ذات قادر نیست انسان را دوباره پیدا بکند، انسان را دوباره خلق بکند؟ و باز در این نعمت ها چگونه اینها اثبات میکنن قیامت را، بعدا در پایان این نعمت ها عرض میکنیم. چند نعمت را الله ذکر میفرماید. الله میفرماید الم نجعل الارض مهادا، آیا ما قرار ندادیم برای این انسان ها زمین را مهادی، گهواری یا فرشی؟ زمین فرشی هست، هم برای استراحت، هم برای رفت و آمد، هم برای ساختمان سازی و برج سازی، برای هر چیزی فرشی هست. والجبال اوتادا، و آیا ما قرار ندادیم کوها را میخ قرار دادیم برای تعادل زمین، برای اینکه جنبشی نیاد، حرکتی نیاد. الله عزوجل میخ زده، میخهای زیادی زده که تکان نخورد. لذا ببینید یه نظام بسیار بزرگ را الله تعریف میکند، از خلق زمین گرفته تا همه نعمت ها. آیا این همه را خدا بیهوده درست کرده؟ آیا اینها بی فایده فقط شما بیایید تو دنیا بخورید، استفاده بکنید، عیش و نوش بکنید، برید دیگه داستان تمام بشه؟ نه، الله میفرماید یک سلسله از اینجا شروع شده، پایانش به حساب و کتاب می انجامد. لذا الله میفرماید و خلقناکم ازواجا، ما آفریدیم شما را انواع مختلف. ازواج جفت، مرد و زن هم میشه، و هم انواع مختلف آفریدیم. مومن هستید، کافرید، مشرکید، موحدی، صالحی، طالحی، سیاهی، سفیدی، از هر جهت نگاه بکنید الله عزوجل متنوع و مختلف آفریده. و خلقناکم ازواجا، ما شما را جفت آفریدیم. و جعلنا نومکم سباتا، ما قرار دادیم خواب شما را سبب راحت. شما می خوابید، این چه نعمتی هست؟ یک انسانی که گاهی این نعمت ازش گرفته میشه، نعمت خواب از او گرفته میشه، این انسان دلش میخواد که اصلا زندگیش پایان بیابد. وقتی که انسان خواب نمیره، چقدر تلاش میکنه، چقدر دم رو درود میخونه، چقدر قرص خواب میخوره، ولی خواب نمیره. این نعمت ها، بعضی نعمت ها را ما اصلا متوجه نیستیم، اصلا بهشون فکر نمی کنیم، سر میگذاریم، میخوابیم، بلند میشیم. اصلا این چی بود؟ چی شد که اینقدر سبک شدم، اینقدر راحت شدم، تمام دغدغه های من از بین رفت؟ الله میفرماید تک تک این نعمت ها را انسان فکر کن. و جعلنا نومکم سباتا، و خواب شما را ما موجب راحت و آرام برای شما قرار دادیم. و جعلنا اللیل لباسا، و شب را ما لباس برای شما قرار دادیم. لباس همونطور که لباس عورت انسان را ستر می کند و می پوشد، شب انسان را می پوشد. خیلی چیزها که نمی خواهی کسی ببیند در شب انجام میدی، خوب یا خراب. لذا انسان شبی الله برایش مهیا فرموده که در این شب همه چیزی که میخواد مخفیانه انجام بده انجام میده. و جعلنا النهار معاشا، حال ببین این یک نظام کلی هست.
الله برای راحتت خواب را آفرید، برای چیزهایی که نمیخوای کسی ببینه شب را آفرید، برای معاشت و رزق و روزی و زحمت و تلاشت روز را آفرید. و جعلنا النهار معاشا، روز را سبب معاش شما، سبب رزق و روزی شما ما آفریدیم. لذا این عالم، این همه تشکیلات بدون فایده، بدون هدف. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، ما آفریدیم بالای شما 7 طبق محکم، 7 طبق آسمان. بعضی گفتم مراد 7 طبق آسمان، بیشتر مفسران همینه میگن، اما بعضی از مفسران میگن نه، اینا 7 سیاره هستند که اینها میچرخند دور زمین و با چرخش اینها پدیده های به وجود میاد و با چرخش این ستاره ها و سیاره ها تحولاتی در زمین میاد. اینا همه برای نفع انسان است. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، ما بالای سر شما 7 آسمان محکم که هیچ نوع پاریدگی تونها نیست، هیچ نوع شکافی نیست، سوراخی نیست. در آیات دیگه الله میفرماید این آسمان های محکم را ببین، یک نظام بسیار عجیب. الله اینها را اگر ما فکر بکنیم، همه و همه اینها فقط برای من شما انسان ها هستند. و باز این فکر میکنه خب من برای چی؟ من وظیفه‌ام چیه؟ الله میگه ای انسان، اینها همه برای تو و تو برای من. تو آفریده شدی برای الله. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لذا الله میفرماید وجعلنا سراجا وهاجا، و ما قرار دادیم چراغی درخشنده. اشاره به خورشید است. این خورشید سبحان الله چه منافعی این برای انسان ها دارد. این خورشید علاوه از اینکه نور میده، تمام گوشه ها را، سوراخ سنبه ها را روشن می کند، حرارت میده، هوا را در هوا اعتدال ایجاد می کند. وجود خورشید برای بدن انسان چقدر مفیده، برای زمین چقدر مفیده، برای درختان و باغات چقدر مفیده. خیلی از فوایدش را ما بهشون رسیدیم، بعضی ما هنوز بهش نرسیدیم. خیلی مریضی ها هستند که به سبب خورشید و تابش خورشید اونها از بین می روند. خیلی جراثیم و میکروب ها روی زمین هستند که اینها برای انسان ها و انسانیت تهدیدند، ولی همین که خورشید بر اونها میتابد همه این میکروب ها از بین میروند. لذا خدا میدونه هزاران فایده دیگه از این خورشید الله به ما میده. و جعلنا سراجا وهاجا، ما قرار دادیم چراغی درخشنده. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الله می فرماید ما نازل کردیم از معصرات. معصرات میگن اونی که شما می فشارید. معمولا میوه ها را، انگور را می فشارند، از اون آب انگور گرفته میشه. ابرها اینجا اشاره هستند. ابرها را الله دستور میده بفشارند، از اون آب ریزان، آب زیاد و آب فراوان برای شما انسان ها، که هم برای خوردن آشامیدن خود شما، برای پاکی و شستشوی شما، برای شستن زمین شما، برای ذخیره زمین، برای حیوانات، برای نباتات، برای کشتزارها و باغات. چه منافعی تو این آب است سبحان الله. چند وقتی که باران نیامده همه ما دست پاچه هستیم که اگر این روند ادامه پیدا بکند حیات ما چی میشه؟ زندگی ما با خطر مواجه میشه. انواع مریضی ها برای دام ها، برای انسان ها، برای حیوانات، اینا تمام و تمام زمانی اتفاق میفته که الله رحمت های خودش را از ما بگیرد. این اتفاق میفته، الله عزوجل همیشه رحمت ها را نازل بفرماید. لذا الله میفرماید ما از این ابرها، آب ریزان، آبی که به کثرت جاری است، از اینها برای شما نازل کردیم. به چه منظور؟ لنخرج به حبا و نباتا، تا که به وسیله این ما بیرون کنیم حبا، حبوبات را، و نباتا، نباتات را، سبزیجات را، علفزارها را، کشتزارها را، که در
سوره بعدی میخوانیم الله میفرماید که متاعا لکم ولانعامکم، هم اینها سبب استفاده شما میشن، هم سبب استفاده چارپایان و حیوانات شما میشن. الله به فکر شما هم است، به فکر حیوانات شما هم است، برای همه شما برنامه ریزی کرده الله. ذا الله میفرماید و جنات الفافا، و همچنین باغات گنجان، باغات انبوه که پر از درخت هستند و درختان گنجان هستند. این همه را الله عزوجل پیدا کرد. ان یوم الفصل کان میقاتا، این نتیجه گیری هست. الله عزوجل همه را درست کرد، همه را آفرید. اول الله از زمین شروع کرد، از کوها. خود شما انسانها را متفاوت آفرید، خواب به شما داد، شب را برای شما آورد، روز را آورد، 7 طبق آسمان بالای سر شما و خورشید درخشنده، ابر، آب و باغات، اینا همه و همه، این همه تشکیلات عظیم و این تشکیلات بزرگ این پیدا شده. شما انسان فقط بخورید و استفاده بکنید و تمام بشه دنیا، دیگه هیچ خبری نباشد. اونطوری که مشرکین میگه ایذا کنا عظاما و رفاتا اینا لفی خلق جدید. الله میفرماید نه، اونطور نیست. این همه را استفاده میکنی، این تشکیلات را الله عزوجل برای استفاده شما پیدا کرده و باز شما باید در قبال این جوابگو باشید. شما چه کردید در مقابل این نعمت ها؟ شما چقدر سپاسگزار بودید؟ شما چقدر شاکر بودید؟ الله می فرماید ان یوم الفصل کان میقاتا، میعاد همه شما، وعده همه شما در روز فصل است. روز فصل، یوم الفصل یکی از نامهای قیامت است. روزی که فیصله میشه، فیصله حق و باطل، فیصله خوب و خراب، فیصله ایمان و کفر، فیصله شرک و توحید. لذا اون روز روز فصل است، میقات شماست. اون روز کی هست؟ الله عزوجل درباره اون روز توضیحات میفرماید. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که سور دمیده میشه، سور اسرافیل زده میشه، فتأتون افواجا، شما گروه گروه میایید به میدان محشر. شما گروه گروه، فوج فوج میایید برای حساب و کتاب. و فتحت السماء فکانت ابوابا، الله میفرماید آسمان ها باز میشه، آسمان ها شکافته میشه، باز میشه. دیگه آسمان همونطوری که در سوره های دیگه خواندیم تکه پاره میشه. فکانت ابواب، همش در است. الان هیچ راهی برای آسمان ها نیست، اون وقت همش دره، یعنی همش آسمان بازه. منظور اینه که این نظام به هم میخوره. آسمان حالت خودش را از دست میده، آسمان، کوه، زمین، دریا، همه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، الله میفرماید کوه ها سیر داده میشه، یعنی خداوند عزوجل کوه ها را تبدیل به ریگ میکند و سراب میشه. سراب دیدید گاهی ریگستانی که باشد، سراب به اون ریگی میگویند که از دور میدرخشد. کسی که تشنه باشد فکر میکنه آب، میره اونجا میبینه نه خبری از آب نیست. لذا این کوها تمام تبدیل به ریگ میشه. در آیه دیگه دیروز خواندی غالبا، کثیبا مهیلا، ریگ روانی میشه، مثل آب جاری میشه، مثل سراب فقط میدرخشد. زمین صاف میشه. الله میفرماید که ان جهنم کانت مرصادا، جهنم آماده باش میشه. الله ما را نجات بده. ان جهنم کانت مرصادا، همانا جهنم آماده باش میشه، مستعد و آماده میشه، یا در کمین هست. مرصاد یک ترجمهش در کمین هست، در انتظار هست. در کمین چه کسانی؟
للطاغین مآبا، برای انسانهای طغیانگر، برای انسانهای سرکش مآبا جای رجوع میشه. انسانی که در دنیا طغیان کرده، طغیان چیه؟ اینه که انسان از حدش بگذرد، در هر چیز انسان از حد عدول بکند، از حدی که خدا برایش تعیین کرده. خدای عزوجل حدی که برای من و شما تعیین کرده این حلال است، از این که بگذریم میشه حرام. مثلا در باب عبادت، در باب عرض کنم که حفاظت، در هر چیز، مثلا خدای عزوجل برای ما تعیین کرده ما خدا را عبادت کنیم، خدا را سجده بکنیم. انسان که از این بگذرد غیر خدا را هم عبادت بکنه این میشه طغیانگر. یا اینکه انسان به همین حد خودش را نرساند، عبادت نکند، این میشه طغیان. یا الله عزوجل برای نیاز جنس انسان الله عزوجل خانه حلالی درست کرده، انسان که از اون عدول میکند، از حد تجاوز میکند، این انسان میشه طغیانگر. یا برای خورد و نوش انسان الله عزوجل مال حلال را، تجارت را، کسب طیب را الله عزوجل مشروع کرده. انسان وقتی که از حد میگذرد میره به حرام، میره به رشوه، میره به ربا، این میشه طغیانگر. طغیان در هر چیز میتونه باشه. خوراکی الله عزوجل تعیین کرده، گوشت گوسفند، گاو، شتر، از اینها عدول نکن. انسانی که عدول میکند میره به طرف حرام، خوک و خنزیر میشه، میره، این میشه طغیانگر. لذا طغیان معنی وسیع دارد، در هر چیزی که انسان از حدش بگذرد این طغیان است. الله میفرماید برای این طاغی ها، برای اون کسانی که از حد و حدود الهی تجاوز کردن، برای اونها جهنم پناهگاهی است. یعنی اونجا اونها کجا رجوع میکنن؟ به جهنم میرن. لابثین فیها احقابا، میمانند در اون جهنم قرنهای قرن. احقاب میگویند قرنهای قرن. اصل حقب یک کلمه عربی هست که مفسرین گفتن یک حقب 80,000 سال است. یک حقب 80,000 سال است. احقاب یعنی هزاران حقب، کنایه از این است که مدت طویل، مدت مدید، مدت همیشه و همیشه در جهنم میماند. اینها بیشتر کفار هستند. الله می فرماید لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نمی نوشند در آن جهنم خنکی، آب خنک، ولا شرابا و ننوشیدنی، الا حمیما و غساقا، مگر آب جوش، به جای خنک آب جوش که روده هایش را تکه پاره می کند. و غساقا، غساق میگویند اون آبی که از زخمها، اون چرکها و خونهایی که از زخمهای مجرمین میریزد یک جا جمع میشه که اونها را انسان بلا نسبت اونها را انسان مجرم میخورد، یتجرعه ولا یکاد یسیغ، نمیتونه فرو ببرد از بخت که تلخند، بدمزه هستند. الله میفرماید این انسان کافر، این انسان طغیانگر و سرکش، این هست غذا و نوشیدنیش. جزاء وفاقا، جزای کاملی هست. خداوند به صورت کامل این را به کیفر اعمالش میرساند. این انسان کی بود؟ چه صفاتی در دنیا داشت؟ الله این معرفی میفرماید انهم كانوا لا يرجون حسابا، اینها در دنیا اعتقادی به حساب نداشتن. لا یرجون معنی لفظیش هست امید نداشتن، ولی اینجا به معنی لا یعتقدون، اعتقاد نداشتند. اینها در دنیا اعتقادی به حساب نداشتند، چون که اعتقاد نداشتند و کذبوا بآیاتنا کذابا، تکذیب کردند آیات ما را تکذیب کردنی. و کل شیء احصیناه کتابا، الله میفرماید همه چیز را ما احاطه کردیم از نظر نوشتن، یعنی همه چیز را ما قلمبند کردیم،
همه را ثبت و ضبط کردیم، همه را نوشتیم، هر چی که یاوه‌گویی داشت، هر انکار و کفرگویی داشت، همه را ما نوشتیم. الان سزای اون اعمالش را میچشد. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. الله عزوجل به این انسان مجرم از سوی الله گفته میشه، یقال له فذوقوا، بچشید ای مجرمان، فلن نزیدکم الا عذابا، ما نمی افزاییم در وجود شما مگر عذاب را. برعکس دنیاست. ببین در دنیا یک مجرمی که به دام قانون میفته، روزهای اول براش خیلی سخته، شاید شکنجهش هم میدن، شاید سلول هم میبرند و حکم سنگینی میدن، مرخصی هم نمیدن، اما رفته رفته الله براش آسان میکنه، آخر میره به بند عمومی، آخر امکاناتی براش فراهم میشه، آخر مرخصی میاد، زندان بازی هم داره، هی تسهیلات هست، هی براش آسانتر. اونجا برعکس. الله پناه بده، الله میفرماید که فلن نزیدکم الا عذابا، چیزی دیگه اضافه نمیشه مگر عذاب اضافه میشه. یعنی عذاب متنوع میشه، عذاب رنگ برنگ میشه، قسم قسم میشه، روز به روز سختتر میشه، هر چی جلوتر بره سختتر میشه و مشکلتر میشه. اینها رو که انسان میخواند در قرآن مجید، انسان دلش گرفته میشه. الله عزوجل برای بندگان مؤمن و متقی خودش مژده و بشارت هم بیان میکند. هر جا که در قرآن وعید و تخویف و ترس هست، اونجا مژده و بشارت و امید هم هست. لذا الله عزوجل در ادامه بشارت بیان میفرماید برای متقین. هر جا که قرآن نعمتها را بیان میفرماید برای متقین. سعی کنیم که در زندگی خودمون تقوا بیاریم، خدا ترس باشیم. فقط در هر بخشی از زندگی، در باب عبادت، در باب معاملات، در باب زن و بچه، در باب حکومت و سیاست، در باب رسیدگی به زیر دستان، ضعفا، هر جا انسان از خدا بترسه. اگر خدا ترسی باشد، هر جا الله یک جا می فرماید ان للمتقین مفازا، اینجا می فرماید، یک جا می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر، یک جا می فرماید ان المتقین فی جنات و عیون، یک جا می فرماید ان المتقین فی مقام امین. هر جا جنات و چشمزارها، جنات و نهرها، جنات و مقام عالیه، جنات و تمام نعمتهای رب. لذا این برای فقط اهل تقواست. مسلمانی به این نعمتها میرسد که با تقوا و خدا ترس باشد. الله عزوجل این گوهر را و این لباس گرانبها را به تن همه ما بده. الله می فرماید ان للمتقین مفازا، همانا برای متقیان مفاز است، یعنی کامیابی، فوز، رستگاری. این مفاز چیه؟ این کامیابی چیه؟ یعنی حدائق و اعنابا، باغهایی هست و انگورهاست، یعنی انواع درختهای انگور و باغات برای اون هست. انگور بیشتر در قرآن، انگور و خرما بیشتر ذکر شدن. شاید یکی از دلایلش اینه که عربها زیاد دوست داشتند و دلیل دوستی این بود که بیشتر از اینها شراب درست میکردند. لذا بهترین میوه عیش و عشرت است، میوه خوشگذرانی هست، اما خوشگذرانیش در آخرت میزیبد، نه در دنیا که تعیش اینجا ممنوع هست. الله می فرماید حدائق و اعنابا، باغهایی هست و بالخصوص انگور، و کواعب اترابا. الله می فرماید برای این بهشتی ها دوشیزگانی هست. کاعبه، دوشیزه، دختری که تازه به سن بلوغ رسیده، به اون میگن کاعبه. اترابا هم سن و سال، یعنی با بهشتی ها هم به این شکل پیر نمیمانند، سنشون بالا نیست، اینها هم نوجوانند، با اونها هم سن و سال هستند. و کأسا دهاقا، و جامی پر از شراب که برایشون اینجا تقدیم میشه.
الله می فرماید لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، اینها در بهشت سخن لغوی نمیشنوند، صحبت ناگواری نمیشنوند. گاهی یک جمله که ما میشنویم در دنیا زندگی ما را مکدر میکند، عیش ما را خراب میکند. بعضی اوقات امکان داره همه چیز الله به ما داده، امکانات هست، مال هست، ثروت هست، رفاهیات هست، هر چی در زندگی کمبود نیست، اما انسان حرفهای میشنود، سخنان ناگواری میشنود، تمام زندگی انسان مکدر میشه، تمام عیش خراب میشه. اما الله میفرما اونجا لغو، بیهودگی و کذاب، دروغ، خلاف، هیچ چیزی از این خبرها نیست. اونجا انسان نمیشنود. رب جزاء من ربک عطاء حسابا، این جزا و پاداشی هست از جانب رب تو، عطایی هست که از روی حساب هست، حساب شده هست. الله به تو ای متقی عنایت می فرماید، رب عنایت می فرماید. کدوم رب؟ بعد از اینکه ذکر بهشت ما آمد، ذکر جهنم ما آمد، رب خودش را معرفی می کند. رب السماوات والارض، آن ربی که رب آسمان ها و زمین است، اون رب تو می دهد. و ما بینهما، رب ما بین آنهاست، یعنی همه چیز در زمین، در آسمان، در ما بین اینها در تصرف و اختیار او. الرحمن، آن ذاتی که نهایت بخشاینده و مهربان است، خیلی بخشاینده هست. به تو انسان به اندازه عمل کردت نمیده، هزاران برابر بهت میده. اما چنان رحمانی هست که لا یملکون منه خطابا، این خلق اونجا نمیتوانند او را خطاب بکنند، یعنی در محضر او لبگشایی بکنند، اونجا سخن بگویند. هیچ کسی را یارای سخن گفتن نیست، هیچ کسی جرأت سخن گفتن ندارد، حتی انبیا، حتی ملائکه، فرشتگان. در حدیث شریف می آید که تمام انسان ها اونجا بلا تکلیفند، هیچ کس یارای سخن گفتن ندارد. می آیند پیش آدم، ای آدم پیش رب برو بگو تکلیف ما را روشن بکنه. آدم علیه السلام میگه این کار من نیست. پیش نوح برید، پیش سیدنا نوح، حدیث مفصلی است با جزئیات نمیگم. پیش سیدنا نوح میرن، نوح میگه این کار من نیست. پیش ابراهیم، موسی، عیسی، همه انبیا. آخر عیسی میگه این شفاعت کبری است، فقط محمد میتونه صلی الله علیه و سلم، او میتونه که پیش خدا سفارش بکنه. هیچ کس از انبیا حتی قدرت گفتن ندارند، جرأت گفتن ندارد. اون وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من هم به سجده میافتم. این بنده بزرگ الله اونجا به سجده و به عاجزی میفته و میگه من کلماتی میگویم که الان نمیدونم این کلمات چیه. الله اونجا تلقین میکنه بهش و اونجا پیش رب سفارش تمام انسانها را میکنه. لذا چنان حالتی و چنان کیفیتی اونجا حاکم است. رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. اونجا انسانها، جنات، فرشتگان نمیتوان خطاب بکنن الله را، یعنی با الله سخن بگویند. یوم یقوم الروح والملائکة صفا، الله می فرماید در آن روز جبرائیل امین و تمام ملائکه، جبرائیل که سید ملائکه است و تمام ملائکه صف بستند، اینم ساکت، خاموش. لا یتکلمون، اینها سخن نمیگویند، هیچ کس. بعضی مفسرین جا گفتن لا یتکلمون یعنی لا یشفعون، اینا نمیتونن سفارش و شفاعت بکنن، اینا جرأت شفاعت هم ندارن که خدای این همه مخلوق سرگردانه، اینا را از این بلا تکلیفی نجات بده. هیچ کس نمیتونه.
الا من اذن له الرحمن، مگر آن کسی که رحمان به او اجازه بده او سخن میگوید. و قال صوابا، اونم سخن درست میگوید. لذا تا زمانی که الله اجازه نداده کسی را توان سخن گفتن در محضر الله نیست. چنان روزی هست یوم الفصل. الله میفرماید ذالک الیوم الحق، اون روزی که حق است، اون روزی که حقیقت است. الحاقه، یکی از نامهای قیامت چیه؟ الحاقه ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. روز حق، روزی که حقیقت است، هیچ شکی در وقوع اون روز نیست. ذالک الیوم، این اون روز است. بله، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. لذا هیچ پناهگاهی دیگه نیست در اون روز مگر به خود رب انسان پناه ببرد. لذا در این دنیا انسان باید کاری بکند که پناهگاهش رب باشه. فمن شاء، هر کسی میخواهد ای بندگان از همکنون، اتخذ الى ربه مآبا، به سوی ربش برای خودش پناهگاهی انتخاب کند که رب خودش او را پناه بده. بعضی از بندگان هستند که از وحشت اون روز در امان هستند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، اونهایی که در دنیا کارهای نیک انجام میدند، مخلصند و برای اونها بهشت نوشته شده، اولئک عنها مبعدون، اونها از وحشت اون روز، اونها از جهنم بدور هستند. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اون وحشت بزرگ اونها را حزین و غمگین نمی کند. یعنی در همین روز سخت هستند بندگانی که غمگین نیستند. اینا کیا هستند؟ اونایی که در پناه رب جای دارند، توانستند در دنیا و زندگی دنیا رب را راضی و خوشنود بکنند. الله می فرماید انا انذرناکم عذابا قریبا. در پایان این سوره الله با من و شما اتمام حجت می کند. ای بندگان فردا نگویید که ما خبر نداشتیم، اینجا ما شما را از این عذابی که قریب است ترسانیدیم. به فکرتون باشید، به فکر آمادگی باشید، به فکر حفاظتتون باشید، به فکر پناهگاهی محکم که شما را پناه بده باشید. و اون پناهگاه نیست بغیر از پناه رب. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک. چه دعای جالبی هست که این را آن حضرت خواندند، گاهی بخوانید، همیشه بخوانید. بار اله لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک. هیچ جای پناهی و هیچ جای امنی از عذاب تو نیست الا الیک، مگر به سوی خودت. لذا تنها پناهگاه خود الله عز و جل هست. انا انذرناکم عذابا قریبا. ای بندگان ما شما را ترسانیدیم، ما شما را بیم دادیم، ما شما را تخویف دادیم، برای شما خوف ایجاد کردیم از عذابی که چندان دور نیست، قریب است. اقتربت الساعه، قیامت نزدیک ہے. اقترب للناس حسابهم، ازفت الازفه. همه این آیات داره به ما میگه قیامت نزدیکه. الله می فرماید انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما را ترسانیدیم از اون عذابی که نزدیک است. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، آن روزی که انسان نگاه میکند چه چیزی تقدیم کرده، دستهایش چه چیزی پیشا پیش فرستاده. خوشا به حال اون انسانهایی که برای خودشون، برای آخرتشون ذخیره زیاد دارند، هم مال دارند، هم عبادت دارند، عبادت جانی دارند، هم ذکر و یاد حق دارند، هم تلاوت دارند، هم درود شریف دارند، هم مواسات و همدردی با بینوایان دارند. همه این عبادت ها را انجام بدید. اینها هستند که قبل از شما می روند، اونجا ذخیره شما می شوند.
اما بعضی انسان ها هستند که اونجا گناه جلوتر از خودشون فرستادن، معصیت، قساوت قلب، ظلم، تشدد، بد اخلاقی، بدرفتاری، بعضی اینها را دارند. یوم ینظر المرء، روزی که انسان نگاه میکند، ما قدمت یدا، به اون توشهی که قبلا فرستاده. اون توشه را انسان وقتی که نگاه میکند حسرت و بدبختی برای کافر است. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر میگه کاش من خاک میشدم، کاش دوباره زنده نمیشدم. کاش خاک میشدم یعنی چه؟ بعضی گفتن همین که انسان در دنیا میمیرد و انسان را دفن میکنن تو قبر، خب انسان تبدیل به خاک میشه، همون که خاک میشدم دوباره زنده نمیشدم. بعضی میگن نه، این قبل از پیدایش اول را میگه، ما همه قبل از این خاک بودیم، نه الله ما را از خاک آفریده. اون زمان را میگه کاش من اصلا تو دنیا هم نمی آمدم که این همه بدبختی بکشم، این همه کارهای بد بکنم. کاش از همون اول خدا مرا درست نمی کرد، خاک می ماندم، معنیش هست. لذا کافر تمنای خاک ماندن و خاک بودن را می کند و هر انسان مجرم تمنا می کند که دوباره زنده نمیشه. اما اون انسانی که قبل از خود به قول قرآن مجید تقدیم کرده دستهایش، چیزهایی برای خودش فرستاده، ذخیره‌ای دارد، ایمانی دارد، نوری دارد. بسیاری را الله می فرماید نور دارند. یوم یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، الله می فرماید نورشان دوان دوان هست جلوی مؤمن و در قسمت راست مؤمن نور جلویش او را راهنمایی می کند. و این مؤمن می ترسه وقتی نور تمام نشه، باتری خاموش نشه، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، بار اله این نور را کامل بکن که ما را تا آخرین مرحله به بهشت برساند. لذا بعضی ها نور دارن. عزیزا این نور چیه؟ این نور همین ایمان است، این نور همین صدقه هست که شما میدهید، این نور همین عبادتی است که شما انجام میدهید، این نور همین ترک گناه است، بالخصوص برای ترک گناه و ترک معصیت. در حدیث آمده که الله عزوجل به انسان نوری عنایت میکند. انسان وقتی که زمینه گناه و داعیه گناه فراهم میشه برش، انسان گناه را ترک میکنه، میگه نمیکنم، نگاه نمیکنم، انجام نمیدم، فقط و فقط به خاطر الله. الله نوری در قلبش پیدا میکند. لذا کافر هست که حسرت میخورد و مؤمن هست که خوشحال میشه. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان